چند ثانیه قبل شروع شد. ترکیب داماش گیلان رو خدمت شما عرض بکنم. سعید ابراهیم پور در دروازه قرار گرفته، کیخسرو سیاهپور، محمد امینی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، محمد سجاد قلیبیگی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا و رضا آذری برای داماش بازی میکنن و اونورم برای آریای اسلامشهر وحید نعمتی در دروازه قرار گرفته. حسین میرزا حسینی پور، آرش داج دلیری، عرفان روحانی، عباس آمری. اجازه بدیم که این پرتو داماشیا انجام بدم. بلند داخل محبته، این ضربه سری که زدن و داورم خطای بازیکنای داماش رو اعلام کرد. عرفان روحانی، عباس آمری، سهیل میرزازاده، محمد فرامرزی، رضا صدری، محمد رضا بالولی، مرتضی حسینزاده و محمد سرفراز برای آریای اسلام شهر به زمین اومدن. وحید نعمتی زمین سر بازیکنای آریو میزنن، گوشه توپو دور کردن بازیکنای داش. اصلا شرایط خوبی نیست و یه اشتباه میتونه کار دسته هر دو تیم بده. احساس ناراحتی میکنه فردین نجفی. فردین نجفی از اون دست بازیکنی بود که تو استقلال بازی میکرده زمان فراد مجیدی از این تیم جدا شد. البته رضا آذری هم بوده، اولم محمد شریفی و مهرداد بایرامی که از پایه های پرسپولیس بازیش شروع کرده، جز از اون دست بازیکنایی هستن که تو استقلال پرسپولیس بودن. بازی باید رضا آذری آغاز بکنه. پشت توپ قرار گرفته رضا آذری، توپو ول کرد. بلند برای فردین نجفی، سبه رو زدن بازیکنای آریو و آرش داج دلیری. خسرو سیاپور، رضا آذری رو بقب کار میکنه. رضا آذری میانه میدان توپو در اختیار دارن، یه رفت و برگشت دوباره خود رضا آذری اشتباه کرد. رضا آذری توپوشو گرفت بازیکنای اسلام شهر. فعلا هم صدر جدول هستن. و یکی از تیم هایی هستن که امید دارن به صعود به لیگ برتر. خطا به نفع داماش. خطای پرتاب اوت رو فکر کنم گرفته. آره درسته، خطای پرتاب اوت رو گرفت داور. سیاپور هدف قرار دادن اما موفق نبودن تا به اینجای کار. با وضعیت جوی که حاکمه، تماشاگر بدی نیومده حالا اینجا موقع مسابقه. مهرداد بایرامی بود که آفسایدش اعلام شد. بیشتر تیمایی که بوده مربوط به استان آذربایجان بوده و شهر تبریز. ماشین سازی، تراکتور، تیمایی بوده که مهرداد بایرامی بوده. یه زمانی هم سپیدرود بازی کرده محمد بایرامی. فعلا هم
داماش رده 12 در اختیار داره. آریو اسلامشهر صدر جدول رو در اختیار داره. ترکیب داماش 4-2-3-1. رضا آذری توپو در اختیار داره. پرتاب به نفع داماش گیلان. خسرو سیاپور ضربه سر زدن با خطای بازیکنای دوباره دامقل ندن، ممکنه بین را گیر بکنه و کار دست تیمشون بده. اون گوشه زمین توپو در اختیار داره سعید ابراهیم پور. رضا آذری لطف خدا رو داره، مثلا پشت مدافعین مهرداد بایرامی و توپی که به بیرون میره. پرتاب انجام میدن بازیکن داماش داخل محوطه. ببینید چیکار میکنن داماشی‌ها. یه بار دیگه شوت زدن و توپو دور کردن بازیکنای اسلامشهر. دوباره آوانتاژ داد. ببینیم چیکار میکنن تو این ضد حمله. توپی که گیر کرد و موقعیتم خراب شد برای دوباره رضا آذری. حرکت قشنگ بازیکن داماش این سمت زمین. توپو آقای نعیمی پور رو تو ورزشگاه حضور داشت آقای نعیمی پور. وحید نعمتی خودش باید بازی رو آغاز بکنه. هواداره خونگرم داماشی که دارن خوب تشویق میکنن تیم داماش گیلانو. بایرامی خودش توپو در اختیار داره، رو به عقب کار میکنه. چی شد بالاخره؟ آوانتاژ نداد، اما بعد که دوستان وایستادن سود زد و خطا رو اعلام کرد. رضا آذری توپو در اختیار دارن بازیکن‌های داماش. پرتاب برای داماش گیلان. لطف خدا پاس رضا آذری خوب نبود و عذرخواهی هم کرد از
مربی داماش رو با ملاحظه کردیم تو تصویر. دوباره حرکت از بازیکن‌های آریا اسلامشهر از سمت چپ حرکتی رو اومدن شروع بکنن. توپی که دور کردن، ضربه سر شرایط جوی رو عرض کردم که خیلی بده و حال داره بازی برگزار میشه. بارانی که به شدت داره همینجوری میباره از صبح تا حالا داره میباره و دوستانم که حتما به شما نشون میدن بارش باران رو. کورنر برای آریای اسلامشهر، توپ قرار گرفته. سهیل میرزازاده با پای چپ تو تیر اول توپو دور کردن بازیکن‌های داماش. حالا ببینیم چیکار میکنه داماشیا. فردین نجفی توپو در اختیار داره. خود بازیکن داماش که خوب کار نکردن و محمد سجاد قلیبیگی بود که پرتاب برای آریای اسلامشهر. خصوص سیاپور، رضا آذری برمیگردونه. هادی رفسنجانی، سعید ابراهیم پور هم میلازه رو توپ تاثیر گذاشت. مهدی خانی دوباره آذری در اختیار داره. محمد شریفی هم کنار رضا آذری بازی میکنه. حالا فردین نجفی، نه اینور قلیبیگی توپو در اختیار داره و پرتاب به نفع که تکل سه امتیازی رو زده برای داماش. همون تنها بردی که خارج از خونه هم به وجود اومده و تا به اینجا کار تو خونه بردی نداشتن داماشی ها. محمد شریفی، حرکت شریفی، رضا آذری، فردین نجفی. خود نجفی فعلا داماش داره خوب کار میکنه تو خونه. رضا آذری توپو در اختیار داره. محمد شریفی اومد دوباره رفت که آفساید رو اعلام میکنه، اما تو وقتی به فردین نجفی نرسید اعلام اوت کرد. وحید نعمتی، کاپیتان آریوی اسلامشهر هست. خود وحید نعمتی سعید ابراهیم پور، بایرامی تو به قلیبیگی نرسید. کنه آریو پرتاب به نفع آریوی اسلامشهر. سهیل میرزازاده رفت که پرتاب رو باید انجام بدن. بازیکن آریو داخل محوطه ضربه سر رو زدن. یه بار دیگه ببینید چیکار میکنه. موقعیت یه بار دیگه نه، اعتقادی به خطای پنالتی نداشت آقای فرزاد منصوری. دوباره حرکت بازیکن داماش، این ورم اعتقادی به خطا نداره و توپی که به بیرون میره و پرتاب به نفع داماش گیلان.
آقای فرزاد منصوری داور وسط، هیوا بهمنی و عباس یعقوبی هم کمک‌های اول و دوم هستن. میلاد کهزادی هم داور چهارم مسابقه است. ناظر داوری هم که صادق نوریه. حال باید ببینیم که سرنوشت این بازی چه خواهد شد. تیمی کرد یا حالا شرایطش مهیا نبود، به هر حال داور بازی رو متوقف کرده بود و حالا بازی باید دنبال بشه. خسرو سیاپور، بایرامی یادش به بایرامی نرسید. سرویس سر بازیکنای داماش میزنن. فردین نجفی، سجاد قلیبیگی، مدافعین که فعلا موفق نبودن بازیکنای داماش. مهدی خانی اون گوشه توپو در اختیار داره مهدی خانی و پرتاب به نفع داماش گیلان. رضا آذری رو به عقب کار میکنه با سعید ابراهیم پور. خسرو سیاپور، بایرامی، آرمان لطف خدا، فردین نه، عرفان روحانی. شریفی، حالا قلیبیگی، بایرامی توپش نرسید به مهرداد بایرامی. آرمان لطف خدا، مهدی خانی، هادی رفسنجانی، رضا آذری، سیاپور، قلیبیگی. اما موفق حسینی پور، پرتاب به نفع داماش گیلان. خسرو سیاپور میره که پرتابو انجام بده، بلند داخل محوطه و تو به کورنر رفت یا نه کورنر نشد و پرتاب باید برای داماش شکل بگیره. بله کاملا تصاویر مشخص شدت بارش باران. همکارای عزیزم به تصویر کشیدن، ممنونم ازشون. شرایط سختیه، اونور خبرنگاران میبینم که تو شرایط سختی دارن کار خودشون رو انجام میدن داخل محوطه جمعه. یه بار دیگه تو شلوغی موقعیت برای بازیکنای داماش. کماکان موقعیت هست، نه. حالا دوباره مهدی خانی توپ گیر کرد و نشد که موقعیت به سرانجام برسه. گفتم از اون دست بازیایی که همین گیر کردن توپ میتونه اثرگذار باشه. وحید گرفت، کارت هم داره نشون میده آقای منصوری. کارت خطایی رو انصافا کارت داد که میشه گفت حالا تقریبا 50-50 بود، اما آقای فرزاد منصوری
آرمان لطف خداست که کارت زرد گرفتید. قضاوت آقای منصوری هم گفتم یه مقدار دو به شک رو بعضی از تصمیمات خودش. این کارت زرد هم از اون دست کارت زردا بود. به حال باشه تو قرار گرفتم بازیکن آریو، ببینیم چیکار میکنه. ضربه رو میزنن و عالی گرفت سعید ابراهیم پور. واکنش قشنگ حتی به نفع داماش گیلان. مورد تشویق قرار میگیره سعید ابراهیم پور. دم این هوادارا گرم، تو این هوای سرد پاییزی اومدن و دارن تیم داماش رو تشویق میکنن. فردین نجفی از گرفت فردین نجفی رو. رفسنجانی میانه میدان و خطای خسرو سیاپور. باشه توپ قرار گرفته سهیل میرزازاده با پای چپ. سهیل میرزازاده شرایط بازی هم بگونیه که این ضربات میتونه به تیم‌ها کمک بکنه تا بتونن دروازه رو باز بکنن. کوتاه فرستادن داخل محوطه. قلی بگی ضربه سر زد. رضا آذری، فردین نجفی و بایرامی به دنبال توپ بودن. دوباره بازیکنای آریو و اینجا که رضا آذری راحت توپو به کورنر فرستاد. کورنر برای آریوی اسلام شهر. دوباره با پای چپ تمام ضربات ایستگاهی آریو رو سهیل میرزازاده میزنه داخل محمد و یه ضربه سر و باز هم عالی کار کرد سعید ابراهیم پور. رضا آذری هم توپو دور کرد. دوباره سهیل میرزازاده. حالا این بر میرم برای ضد حمله. ببینیم چیکار میکنه بازیکن داماش. محمد شریفی و پرتاب به نفع آریوی اسلام شهر. و فردین نجفی میگفت توپ میخواستم اما نتونستن به فردین نجفی برسونن. دوباره بازیکن آریو درگیر محمد رضا بالولی. بردن اون سمت مرتضی حسین زاده. تکل قشنگ بازیکنای داماش و صحنه رو با هم میبینیم که نهایت سعید ابراهیم پور توپو گرفت و بعد رضا آذری دور کرد توپو. گفتم تمام ضربات ایستگاهی رو سهیل میرزازاده میزنه. اون سمتم رفت که با پای چپ بزنه. میرزازاده بلند ضربه سر زدن بازیکنای داماش. یه بار دیگه شوت از راه دور که موفق نبودن. وحید نعمتی داخل زمین تیم داماش احساس ناراحتی میکنه. یکی از بازیکن آریو و اعتراض بازیکنای داماش که معترضن به تصمیم داور.
تماشاگرایی که واقعا تو این شرایط اومدن دمشون گرم و تو این هوای بارونی دارن از تیم داماش حمایت میکنن. عرض کردم خدمتتون که فعلا تا به اینجا کار داماشیا تو رده 12 قرار گرفتن و آریای اسلامشهر فعلا صدر جدول رو در اختیار داره. فصل قبل آریای اسلامشهر هفتم شد و داماش گیلان هم که در رده 15 قرار گرفت و تو لیگ یک موندگار شد. بلند داخل زمین داماش و این توپی که سعید ابراهیم پور جمع میکنه. بایرامی توپو لو داد. سیاپور خودش درگیره و توپی که بله به بیرون میره و پرتاب به نفع داماش گیلان شکل میگیره. یواش یواش هم پروژکتورها دارن روشن میشن که اونم شرایط عجیب و غریب داره. البته خود این پروژکتورها نصفش روشن نصفش نیست. دوستان حالا گفتن که نصفشو بردن ازودی و اونجا دارن استفاده میکنن. اینم از نکات جالب توجه بود. سعید ابراهیم پور، مهدی خانی توپو در اختیار داره. استاپش خوب بود. محمد شریفی به دنبال توپ اما موفق. بازیکنای آریوی اسلامشهر. حسینی پور رفت پرتابو انجام بده. بازیکنای آریو، محمد شریفی، رضا آذری، حالا سیاپور. خصوص سیاپور عالی داره کار میکنه. حالا بایرامی آفساید مهداد بایرامی گرفته شد. اومد دوباره اول مسابقه هیوا بهمنی بود که آفساید رو اعلام کرد. وحید نعمتی میگه که برو جلو و من بازی رو شروع میکنم. خودش پشت توپ قرار گرفته. دوباره بازیکنای داماش. محمد شریفی درگیره. ادامه بازی رو داور اعلام کرد و اوتی که به نفع داماش شکل میگیره. محمد شریفی رفت پرتاب انجام بده. خسرو سیاپور من آقای حمید درخشانم ندیدم. حالا بعدن مشخص خواهد شد که به چه دلیلی حمید درخشان این بازی رو نیمکت نیست. و مومنیه که فعلا داره تیم داماشو کوچ میکنه. یه پاس خطرناک دادن. دوستان میگن که 2-3 روز هم هست که آقای حمید درخشان تمرینات نیستن و آقای محمد مومنی داره تمرین میده تیم داماش رو. دوباره پرتاب به نفع داماش گیلان.
آرمان لطف خدا، هادی رفسنجانی، رضا آذری، مهدی خانی. استوپش خوب نبود. لطف نفع، آریوی اسلام شهر. ضربه بلند میانه میدان محمد شریفی. به نظر میومد که زیر محمد شریفی رو خالی کرد آقای محمد رضا بالولی. خیلی عجیب و غریب بود تصمیم آقای فرزاد منصوری. حرکت بازیکن‌های داماش گیلان. حالا مهداد بایرامی اومد که داخل محوطه بشه، کماکان درگیر بازیکن‌های داماش آریو که اوت به نفع داماش گیلان شکل میگیره. پرتابو انجام خواهد داد خسرو سیاپور. بیست و 29 دقیقه از جریان بازی گذشت. خواهی میکنم 39 دقیقه جریان بازی گذشته که فعلا 0-0 مساویه. پرتاب بلند داخل محوطه، توپو دور کردن بازیکنان آریو. حالا رضا آذری توپو در اختیار داره، اون و مهدی خانی توپو میخواد هر شکلی ممکن نتونست توپو کنترل بکنه مهدی خانی. پرتاب به نفع آریو. پرتاب انجام دادن، سبه سر زدن بازیکن‌های داماش. سجاد قلیبگی، علی فردین نجفی. حرکتشون خوب بود بازیکن داماش، اما کم تعداد بودن. مهداد بایرامی با حالا خطا رو اعلام میکنه. خطای وحید نعمتی رو اعلام کرد. سعید ابراهیم پور ضربه سر رو زد محمد شریفی.
توپ و خسرو سیاپور میره که انجام بده. بلند داخل محوطه، ضربه سر زدن بازیکن آریو. یه بار دیگه بایرامی از سمت راست و چی شد؟ آفساید گرفت. کمک اول به نظر نمیرسید. حالا تصویر آیسته رو داشته باشیم بهتر مشخص خواهد کرد که آفساید بود یا نه. به نظر حالا نمی اومد. به هر حال بازی رو به گردش در آوردن بازیکن آریو و محمد فرامرزی بود که حالا اینجا و خطا رو داور اعلام میکنه. کمکش پرچم زد رضا آذری. اشتباه رضا آذری. حالا صحنه آفساید رو همکارای من به نمایش میذارن. یه قضاوت بمونه با کارشناسای محترم امر داوری. محمد شریفی رو تو وسط گذاشت. فردین نجفی خطا گرفت. فردین نجفی. اونورم توضیح دادن محمد بالولی به داور مسابقه هم جالب توجه بود. حال میانه میدان خطا رو اعلام کرد. صحنه آفساید رو دوباره یه بار دیگه با هم داریم میبینیم. گفتم که دیگه اضافتش بمونه پای کارشناسای امر داوری. رضا آذری اون سمت توپو در اختیار دارن بازیکن داماش. حالا بلند ببینیم چیکار میکنن. ضربه مشت محمد فرامرزی. بالولی و خطا اعلام شد. فردین نجفی خطا کرد به روی محمد رضا بالولی. ببینیم داور مسابقه به یکی از کادر آریای اسلام شهر داره کارت زرد نشون میده. اعتراضی که انجام دادن و کارت زردی هم که داور نشون داد. دوباره بازیکنای آریو. رفسنجانی ضربه سر رو زد. میانه میدان توپو دور میکنن بازیکنای آریو. حالا بازیکنای داماش. فردین نجفی به دنبال توپ که خطای فردین نجفی رو اعلام میکنه. 45 دقیقه هم تموم شده. متوجه هم نشدیم که کمک داور چند دقیقه وقت اضافه اعلام کرده. 1 دقیقه میشه که وقت اضافه اعلام شده. آره حالا قراره بیاد اعلام بکنه داور چهارم. میانه میدان بازیکنای داماش. حالا 1 دقیقه اعلام شد. از سمت راست حرکت میخوام آغاز کنم بازیکنای آریو. بالولی توپو در اختیار داره که توپش به بیرون رفت و ضربه دروازه باید زده بشه. سعید ابراهیم پور بازی رو
سری به گردش در آورد. بایرامی خطا به روی بایرامی. احساس ناراحتی میکنه یکی از بازیکنهای آریو، خسرو سیاپور. خوب بازی رو به گردش در نیاورد و هادی رفسنجانی چقدر داره خوب کار میکنه تا به اینجای کار. اینم سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا در اومد. 0-0 مساوی. استراحت کوتاهی خواهیم کرد، ان شاءالله با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام ادب مجدد دارم. نیمه دوم شروع شد با سوت داور. نیمه اول 0-0 مساوی تموم شد و حالا باید ببینیم که در نیمه دوم دو تیم آریای اسلامشهر و داماش گیلان به چه نتیجه‌ای دست خواهند پیدا کرد و باید ببینیم که به هر حال داماش بازی رو میبره یا آریای اسلامشهر. آریای اسلامشهر فعلا تا به اینجای کار در صدر جدول و داماشیا در رده 12. هادی رفسنجانی ضربه سر و زد. ولی دوستان عزیز ما در اداره ورزش طی تماسی که با همکارای بنده داشتن توضیح دادن در مورد این نورها که کامل و سالم تحویل مسئولین داده بودیم، مسئولین زمین، اما دوستان کوشان نبودن در امر نگهداری و به هر حال این بازی در این ورزشگاه داره انجام میشه. رضا آذری توپو دور کردم از کنه آریو. میان میدان دوباره رضا آذری توپو در اختیار داره. آرمان لطف خدا رو عقب کار کرد و سعید ابراهیم پور. قلی بیگی محمد شریفی حرکت بازیکن داماش گیلان. خسرو سیاپور که پرتاب بلند رو انجام بده. بلند داخل محوطه، ضربه سر و زدم از کنه آریو. حالا موقع سجاد قلی بیگی و توپی که کورنر شد که داور و کمک اوت اعلام میکنن. قشنگ مشخص بود که توپ به مدافع برخورد کرد و به بیرون رفت. به هر حال داور اوت رو اعلام میکنه. میانه میدان
صحنه رو با هم میبینیم. اون ضربه‌ای که سجاد قلعه‌بیگی زد و تو به مدافع برخورد کرد و به بیرون رفت، اما داور اوت اعلام کرد. حالا اینور موقعیت بازیکنای آریو، وحید نعمتی، خود نعمتی داخل محوطه و اشتباه داره میکنه بازیکنای داماش بالولی. حالا حرکت بازیکنای داماش محمد شریفی و بایرامی رو راه میندازه که پاسش خوب نبود و اوت به نفع داماش گیلان. سجاد قلعه‌بیگی بود که با کمک اول داشت صحبت میکرد، معترض بود. فردین نجفی، رضا آذری، آرمان لطف خدا، رفسنجانی، محمد امینی میندازه برای مهدی خانی، اما اونور تو مشایعت میکنه تا تو به بیرون بره. عرفان روحانی بود که این کارو کرد. محمد فرامرزی پشت توپ قرار گرفت. فعلا تا به اینجای کار صفر مساویه. محمد شریفی، فردین نجفی، خود نجفی، محمد امینی میانه میدان، بالولی، لطف خدا، آذری، سیاپوش و سجاد قلعه‌بیگی که توپو لو میده. بالولی، هادی رفسنجانی، محمد شریفی و خطایی که داور اعلام میکنه، یعنی فرزاد منصوری. آرمان لطف خدا بلند برای فردین نجفی، پرتاب به نفع داماش شک میگیره. پرتاب کوتاه انجام میدن بایرامی و خطای محمد بایرامی رو اعلام میکنه داور. بازی تو نیمه دوم فعلا اتفاق خاصی رخ نداده و پر جنب جوش داره دنبال نمیشه. محمد فرامرزی بلند فرستاد میانه میدان، ضربه سر زدن بازیکن‌های آریو و خطای فردین نجفی رو میده و کارتم نشون میده به فردین نجفی. اینور تیم آریو تعویضی میخوان انجام بدن، شماره 17 شونو به بازی میارن. حسین فاضلی و محمد سرفراز رو از بازی بیرون میارن. حسین فاضلی حالا از این دقیقه وارد بازی میشه.
ضربه سر محمد امینی میزنه. یه بار دیگه محمد بالولی که اصلا ضربش خوب نیست و به بیرون میره. سعید ابراهیم پور آرمان لطف خدا و حالا با کارت میره به سراغ مهاجمشون. فکر کنم آره شماره 23 رضا صدریه که کارت میگیره. تکلش خطرناک بود. کارت زردی که داور بهش نشون داد. سعید ابراهیم پور جا داره که از مسئولان هیئت فوتبال رشتم تشکر بکنیم. زحمات زیادی کشیدن تا امروز این بازی انجام بشه و دم همه دوستانه که کمک کردن تا این بازی انجام بشه گرم و ممنونیم که حمایت میکنن از تیم‌های رضا آذری، داماش و آریو. سیاپوش، فردین نجفی، پرتاب به نفع آریوی. باد حالا یه مقدار کمتر اما بارش بارونه که داره اذیت میکنه. هوام کاملا سرده. اوت به نفع امینی. اشتباهی بعدی رو انجام داد. موقعیت ببینیم چیکار میکنه. یه بار دیگه بازیکن آریو داخل محوطه ضربه رو زدن و خدا رو شکر فعلا توپو برگشت دادن. بالولی یه شوت راه دور چجوری میزنه خودشو. سعید ابراهیم پور چه داد و فریادی میکشه رو سر مدافعان داماش گیلان. ضربه بالولی هم خوب بود و توپ رفت به کورنر. اشتباه کرد هادی رفسنجانی. حسین فاضلی رفته که کورنر رو بزنی. حالا داوستو میزنه، اجازه میده که کورنر زده بشه. بلند به تیر دوم یه ضربه سر و باز هم سعید ابراهیم پور تو به کورنر میفرسته. کورنر حالا باید از این سمت زده بشه. و حالا حسین فاضلی، خود فاضلی بلند داخل محوطه ضربه سر و این توپی که به بیرون میره و سعید ابراهیم پور ثانیه قبلی رو با هم میبینیم. ضربه‌ای که سعید ابراهیم پور توپ رو به کورنر فرستاد. 3 تا تعویض میخواد تیم داماش انجام بده.
70 رضا زاید تبار، محسن انبساطی و سامان مهرابی زاده قراره به بازی بیان. فردین نجفی و مهدی خانی فردین نجفی راضی نبود، رضا آذری هم آورد بیرون. عرض کردم از مسئولان هیئت فوتبال رشت و همچنین استان تشکر میکنیم که واقعا زحمت کشیدن تا امروز این بازی به هر شکل ممکن برگزار بشه. شاهد بودیم که چقدر زحمت کشیدن تا اون آبهای سطحی که به حال بود در زمین جمع آوری بشه تا مجوز لازم برای بازی انجام بشه. اما این ضربه که بازیکن داماش نتونستن استفاده بکنن. رضا صدری توپو در اختیار داره، پرتاب به نفع داماش. ضربه سر بازیکنای آریو میزنه. منطقه بازی رو اومدن عوض بکنن که خوب نبود. محمد شریفی میانه میدان درگیر سجاد قلبگی. دوباره محمد آفساید گرفت داور. دوستان قطار رشب مشهد میبینیم که گویا آقای الماسخاله عازم هیئت فوتبال استان هستن. به حال برمیگردیم به بازی. آرمان لطف خدا، سعید ابراهیم پور، میانه میدان رضا زاید تبار، پاسش خوب نبود. سجاد قلیبگی، بایرامی، سیاپور، حرکت بازیکن‌های داماش. بایرامی به دنبال توپ و توپی که به اوت میره. درگیر بود. اینم تماشاگرای خونگرم داماشی که بازی آرمین انبساطی پشت مدافعین توپو قطع کردن. بازیکن‌های داماش، مهداد بایرامی و
آقای خلیلی، مالک محترم باشگاه داماش گیلان. دوباره بازم بازیکنای داماش توپو در اختیار دارن. محمد امینی، خود محمد امینی عالی داره کار میکنه. ببینیم چیکار میکنه محمد امینی. زایتبار اونور هست، یه پاس عالی، سانده قشنگ، وای که نزدیک بود بتونن دروازه رو باز بکنن. حالا خطا به نفع داماش گیلان. یه جای خوب مناسب و کارت زردی هم که داور نشون میده به بازیکن خطاکار. شماره 9 آریو اسلام شهر یعنی سهیل میرزازاده. ببینیم حالا از این فرصت میتونن داماشی استفاده بکنن یا نه. تو نیمه اول تغییر اما استفاده نتونستن بکنن. حالا ببینیم که اونورم داور بازی رو متوقف کرده و نگه داشته تعویضایی که میخواد انجام بشه، اما یکی از بازیکنای اسلام شهر احساس ناراحتی میکنه. شماره 17 هم هست حسین فاضلی که تازه وارد زمین شده بود، فعلا احساس ناراحتی میکنه. شماره 11 آره حسین فاضلی آسیب دید. شماره 11 عباس آمری بازی رو ترک کرد و داوود شاه واروغی به بازی اومد. محسن انبساطی خودش پشت تو قرار گرفته. ببینیم چیکار میکنه. انبساطی زبر زد یه بار دیگه که بار دومم تو به دیواره دفاعی برخورد کرد. هادی رفسنجانی پاسش خوب نیست. توپو گرفتم از گاهی آریو. حالا میخوام برن که ضد حمله ای رو ایجاد بکنن. بالا فرستادم برای وحید نعمتی. ضربه سر آرمان لطف خدا که به بیرون میره. عرفان روحانی پرتابو انجام دادن، دور کردن بازیکن داماش و خطا. خیلی دست به کارت آقای داور. کارت زردی که نشون داد به بازیکنای مرتضی حسین زاده بود که کارت زرد گرفت. سعید ابراهیم پور بلند به زمین آریو، ضربه سر زدن بازیکنای آریو اسلام شهر. محمد امینی رو تو بستر گذاشت، دوباره خود محمد امینی، اما داخل محوطه موقع بازیکن‌های آریو و این توپی که کماکان درگیرن. کورنر رو گرفت کمک داور. به شدت هم معترضن. کورنر دیگه گرفته شده. توپ شماره 7 داوود شاه واروغی
میره که سانت بکنه، تو به نفع داماشی ها به بیرون میره. داماش 0، آریای اسلامشهر 0. سعید ابراهیم پور، آرمان لطف خدا، عادی رفسنجانی، محسن انبساطی، محمد شریفی. کماکان اینجا هم اعتقادی به خطا نداره و چی شد اصلا؟ توپ دست بازیکن داماش بود، چجوری آوانتاژ داد؟ کارت زرد داد، اخراج کرد. آرمان لطف خدا اخراج شد. میگم اگه قرار بود میکردی، اما بازیکن رفت، توپ هم در اختیار داشت مدافع و بعد کارت زردی که به حال عجیب و غریب بود، همون اعلام خطاش هم عجیب و غریب بود. داماشی ها، داماش گیلان به حال تصمیم و باید ببینیم که به حال وضعیت به چه صورتی ادامه پیدا خواهد کرد. حالا اینجا سوت داور به صدا در میاد، ببینیم چیکار میکنه بازیکنای آریو. داخل محبته ضربه سر رو زدن بازیکنای داماش و اون توپی که پرتاب انجام میدن بازیکن ارسی. اور دیگه باز هم بازیکنای آریو اون سمت چپ حرکت رو آغاز کردن. ببینیم حالا چیکار میکنه بازیکنای آریو. بلند داخل محبته توپو دور کردن یه لحظه داماشی ها و ضربه محمد رضا بالولی هم خوب نیست و الان تا به اینجای کار 0-0 مساوی و داماشی حالا 10 نفره شدن. خطا رو اعلام میکنه داور مسابقه. خطای سامان مهرابی زاده رو اعلام کرد. قلب دفاع توپو در اختیار دارن. رضا خانی منطقه بازی رو اومدن عوض بکنن و پرتاب به نفع آریوی اسلام شهر. داماش یه تعویض میخواد انجام بده، نه 2 تا تعویض، شماره 17 و 88 که فرشاد هاشمی و 17 هم علی خداییه که قراره به بازی بیان. تعویضایی که حالا باید انجام بشه کنه و شماره 9 هم که مهرداد بایرامی باشه بازی رو ترک میکنن. سجاد قلیبیگی و مهرداد بایرامی. کماکان تعویض انجام نشده. و باید ببینیم که کی داور اجازه میده. بله حالا سوتو زد، پرتابو
انجام میده بازیکن آریو. ضربه سر رو زدن بازیکن داماش. پرتاب به نفع داماش گیلان. محمد امینی پرتاب انجام داد. ضربه سر رو زدن بازیکن داماش. حالا زاهد تبار و خطا. کارت زردی که داور نشون میده به آرش داج دلیری. کارت زیاد داشته تا به اینجای کار. یه اخراجی هم تازه داشتیم داماش گیلان. محمد امینی بلند داخل محوطه. ضربه سر بازیکنای داماش و توپی که به بیرون میره. فرشاد هاشمی بود که ضربه سر رو زد و توپ به بیرون رفت. محمد امینی، هاشمی، برای کسی که حضور نداشت. تک مهاجمشون یعنی سامان مهرابی زاده. تو نیمه اول گفتم داشتن 4-2-3-1 بازی میکردن، اما حالا که اخراجی دادن دارن 4-1-3-1 بازی میکنن. پرتاب به نفع داماش گیلان. محمد امینی، دوتا از بازیکن‌های داماش اومدن به سراغ توپ میانه میدان. هند رو اعلام میتونست کنه، نه اعلام نکرد خطای هند رو. و یه مقدار اعتراضات به داوری زیاد شد. ببینیم اینجا بالاخره چی کار داره میکنه آقای داور. فرزاد منصوری به رضا آذری هم کارت زرد نشون میده. بخال دارن اعتراض میکنن همه کادر فنی و اعضای تیم داماش. حالا باید پرتابو انجام بدن. قلب دفاع توپو در اختیار دارن. یه بار دیگه حرکت بازیکن‌های آریو و توپی که به بیرون میره. میانه میدان سمت چپ، دوباره میانه میدان. فعلا بازیکن‌های آریو توپو در اختیار دارن، اما بازیکن‌های داماش توپو گرفتن و اینجا ریسک نکرد و توپو به بیرون زد خسرو سیاهپور. پرتابو انجام میدم بازیکن‌های آریو. و حالا پرتاب به نفع تیم داماش گیلانه. بازی تو نیمه دوم اصلا هجوم جوش نبوده.
میانه میدان ضربه سر زدن بازیکنای آریو. یه بار دیگه محمد فرامرزی واسه میانه میدان و خطای بازی خطرناک رو اعلام میکنه. سمت چپ داخل محوطه، ببینیم حالا اینور چیکار میکنه. یه ضربه خطرناک، نزدیک بود که داماش گل بخوره تو این دقایق. وضعیت نورم خوب نیست و اگه دوستان بخوان اینجا بازی برگزار بکنن حتما باید یه فکری بکنن به حال وضعیت پروژکتورها. ناظر بازی هم گفته که اگه بازی چند ساعت اونورتر بود حتما اجازه برگزاری نمیداد. میانه میدان دوباره بازیکنای داماش، سیاپور و خطا به نفع داماش گیلان. حالا جای مناسبی که داماشیا بتونن توپو به سمت دروازه ارسال بکنن و از این موقعیت ها شاید بتونن دروازه تیم آریو رو باز بکنن. چه اتفاقی افتاده؟ حالا داور اجازه میده یا نه؟ سوتو زده، موقعیت سانته بولن روی دروازه و این توپی که دور میکنن بازیکنای آریو و کورنر برای داماش گیلان. حالا محسن انبساطی دوستان حالا میگن که چه اتفاقی حالا افتاده کنار زمین. داور به هر دو عزیز کارت زرد نشون میده و محمد مومنی هم داره با داور صحبت میکنه. به هر حال بازی تو این دقایق داره پرحاشیه دنبال میشه. ببینیم که کورنر داماش به کجا خواهد کشید. محسن انبساطی پشت توپ قرار گرفته، خودش سمت بلند روی دروازه ضربه سری که زدن بازیکنای آریو. دوباره زاهد تبار، خود زاهد تبار رو پای راستش هم هست، میتونست شوت هم بزنه اما نزد. دوباره انبساطی یه بار دیگه سات زیبا، نزدیک بود که داماشیا بتونن دروازه رو باز بکنن. حالا رفتن برای ضد حمله، 3 در مقابل 2 هستن بازیکنای آریو. ببینیم چیکار میکنن. نعمتی، خود نعمتی رو پای راستش کماکان موقعیت و توپو دور کردن بازیکنای داماش گیلان. موقعیت خوبی بود برای تیم داماش تا بتونه دروازه رو باز بکنه. آرش داج دلیری، روحانی، دوباره خود داج دلیری
88 دقیقه از جریان بازی گذشته و فعلا تا به اینجای کار 0-0 مساویه. یه بار دیگه داخل محوطه که ضربه سر زد رفسنجانی میانه میدان و خطای بازیکن داماش رو، خطا به نفع داماش گرفت داور و خطای بازیکن آریو رو در میانه میدان اعلام کرد. ببینیم تو این دقایق که بارش باران دوباره شدت گرفته داماشیا چی کار خواهند کرد. مهرابی زاده میانه میدان ضربه سر زدن بازیکن داماش، دوباره بازیکن آریو یه بار دیگه ببینیم چیکار میکنن که موفق سعید ابراهیم پوره. دوتا تعویض هم تیم آریو میخواد انجام بده. اوت به نفع داماش گیلان. تعویضی که حالا اجازه میده 4 دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. یکیشون شماره 8 قراره به بازی بیاد، 9 میاد بیرون، 23 میاد بیرون و 19 وارد زمین میشه. رضا صدری اومد بیرون و سهیل میرزازاده هم بازی رو ترک کرد و حسین نظیری و بازیکنی که به حال متوجه نشدیم کدوم بازیکن بود. حالا موقعیت داره بازیکن داماش، ببینیم چیکار میکنن. داماشیا محمد شریفی، رضا زاهد تبار، خود زاهد تبار و توپی که به نفع آریو به بیرون میده. عارف قزل بود که به بازی اومد. شدت بارون رو هم ملاحظه میکنیم که خیلی زیاده. دوباره باز هم بازیکنای داماش، محسن انبساطی، محمد امینی، نه توپ راحت در اختیار گرفت محمد فرامرزی. حالا بازیکنای آریو اشتباه کردن یه لحظه و خطای هند رو اعلام میکنه بعد از شنیدن سوت ضربه رو زد که میتونست کارتم نشون بده به شماره 19 یعنی عارف قزل. میانه میدان توپو دور کردن بازیکنای آریو. واسه بازیکنای آریوی اسلام شهر رفتن برای ایجاد حمله. عارف قزل توپی که سعید ابراهیم پور رساد به میانه های میدان سمت چپ. بازیکنان آریو دارن خطرناک میشن تو این دقایق. سانتر کوتاه، حالا موقعیت واسهشون خوب نبود و توپی که دور میکنن بازیکنای داماش. یه بار دیگه یه شوت خطرناک، اشتباه کرد فرشاد هاشمی، میتونست توپو
نگه داره و کار بکنه، اما به هر حال توپ بیرون رفت. سعید ابراهیم پور پشت توپ قرار گرفته، بلند میانه های میدان ضربه سر زدن. محمد امینی، حالا زاید تبار موفق بازیکنای آریو، خطای بازیکنای آریو رو اعلام میکنه داور مسابقه. سعید ابراهیم پور پشت توپ و اینجا هم سوت پایان بازی در نیمه دوم به صدا در میاد. تیم 10 نفره داماش گیلان در ورزشگاه خانگی خودش با تیم آریوی اسلام شهر 0-0 بازیش به اتمام رسید. من هم همه شما رو به خدای من میسپارم تا دیدار دیگه و فوتبال دیگه. خدا نگهدار.